BGP Border Gateway Protocol یکی از روتینگ پروتکل های مسیریابی هستش که ما به اقتضای شرایط سازمانیمون برای ارسال ترافیک بین سازمان ها میتونیم ازش استفاده کنیم. اما همین پروتکل مسیریابی یکی از اسکیلبل ترین پروتکل های مسیریابی هستش که به ما این امکان رو میده که با استفاده از اتریبیوت هایی که در اختیار ما قرار میده بتونیم به انتخاب خودمون با استفاده از پالیسی هایی که انتخاب میکنیم ترافیک رو بین مسیرهایی که به سمت خارج سازمان وجود داره هدایت و کنترل کنیم. یکی از این اتریبیوت ها که اینجا میخوایم راجعش صحبت کنیم ویت هستش. ویت یکی از اتریبیوت های خیلی جالب و ساده این پروتکل مسیریابی جذاب هستش که با هم دیگه میبینیم که چطوری با استفاده از این ابزار ما ارسال ترافیک رو به راحتی میتونیم بین مسیرهای مختلف به انتخاب خودمون انجام بدیم. با من همراه باشید. خب دوستان، میخوایم با یک مثال بسیار ساده براتون بگم که چرا ما از ابزاری به نام ویت استفاده میکنیم. چرا که تو روتینگ پروتکل های مسیریابی مثل OSPF و ERGRP هم خب طبیعتا ما انتخاب مسیر داریم، اما این چه ویژگی به ما میده که به راحتی میتونیم از این استفاده کنیم. شما فرض کنید در واقع من اینجا یه شکلی رو براتون بکشم. ببینید، فرض کنید از در واقع از قسمت A میخوایم از مبدأ A بریم به مقصد B. خب بذار من اینو رنگش عوض کنم. خب اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم ما یه مسیر داریم، یه مسیر خاکیه به طول مثلا 10 کیلومتر. خب اما این مسیر خاکی هستش. یه مسیر دیگه داریم، این میشه مثلا 20 کیلومتر ولی آسفالت هستش. خب شما میگین که خب من 10 کیلومتر خاکی برم درست نزدیکه، اما من ترجیحم این استش که از یک مسیر طولانی تر برم اما توی جاده آسفالته. پس در واقع ترجیحم این هستش که من از این مسیر برم. این انتخاب خودم هستش. حالا اینو با چه ابزاری تو روتینگ پروتکل های مسیریابی مثل BGP انجام بدیم الان با هم دیگه آشنا میشیم. خب فرض کنید از مبدأ R1 خب میخوایم بریم به نت X. نت X کجاست؟ مثلا پشت مثلا مقصد 4 هستش. برای رسیدن به R4 ما یه بار از مسیر R2 میریم. خب ببینید تو شکل. یه بارم از مسیر R3 میریم. خب پس ما تو جدول در واقع BGP تیبلمون برای رسیدن به نت X ما نکست هاپمون چی هستش؟ ببینید اینجا من مینویسم یه دونه R2 داریم، یه دونه هم چی داریم؟ R3 داریم. یعنی من برای اینکه به نت X برسم یا از R2 باید برم یا از R3. خب چه AS پسی رو انتخاب میکنم تا بهش برسم؟ چه مقدار طول میکشه من برسم؟ باید میگم که برای رسیدن به نت X از R1 به نت X یه بار باید برم به 2 بعد به 4. اگر از مسیر 3 برم یا از مسیر پایین تر باید برم به 3 و بعد به 4 بعد دوباره برسم به نت X. خب اینجا ما یک ابزاری داریم، یک اتریبیوتی داریم به نام ویت که به صورت پیش‌فرض مقدارش 0 هستش و عددی که میتونیم برای این در نظر بگیریم بین 0 تا 65535 هستش. خب الان من میخوام هر موقع هر کدوم از این مسیرها رو فرض کنیم مسیر خاکیه بوده که بالا گفتم، این مسیر آسفالت هستش، ما میخوایم از اینجا بریم. پس باید بیاییم وزن این مسیر رو ببریم بالاتر. اینجا رو چی بذاریم؟ مثلا بذاریم 100. خب وقتی ویت رو بردیم بالاتر به صورت خودکار این مسیر انتخاب میشه تا ما به نت X برسیم. اگر بخوایم این یکی مسیر بالایی انتخاب بشه باید ویت این رو نسبت به این یکی بالاتر ببریم. این در واقع مفهوم کلی ویت هستش که من اینجا براتون توضیح دادم.